بله، قضیه مسجد الاقصی و فلسطین، مسئله غزه امروز به عالم اسلام مرتبط هست. چرا؟ فقهای اهل سنت، مجتهدین اهل سنت، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین بر این باورند و چنین فتوا دادند: اگر کفار بر یک کشور اسلامی یورش برند، مسلمانان آن بلاد، مسلمانان آن شهر ضعیف باشند، یا از نظر عده، یا از نظر سلاح، یا از هر مشکلی که باشند نتوانند در مقابل یورش دشمن دفاع کنند، در آن لحظه فتوا بر این هست: بر تمام مسلمان ها فرض است و واجب هست که مسلمانان ضعیف الحال آن دیار را کمک کنند و مساعدت کنند.